سلام و درود به چنل ایران پادکست خوش اومدید. توی ویدیوی امروز برای امپراتوری هخامنشیان رو توی کمتر از 6 دقیقه برای شما شرح بدیم. پس سریع بریم سراغ ویدیو. امپراتوری هخامنشیان یک امپراتوری ایرانی تبار و آریایی از قوم پارس که از 550 پیش از میلاد مسیح تا 330 پیش از میلاد مسیح ادامه یافت. مؤسس این سلسله بزرگ کوروش بزرگ بود که با شکست دادن پدر بزرگ خود یعنی آسیای به حکومت ما تا پایان داد و امپراتوری هخامنشیان را پایه‌گذاری کرد. این امپراتوری بزرگ وسعتش به 5.5 میلیون کیلومتر مربع تخمین زده شده. البته با کشف کاخ هخامنشی در روسیه بسیاری از مورخان معتقد هستند که این امپراتوری بزرگتر هم بوده ولی هنوز ثبت رسمی نشده. هخامنشیان 5 پایتخت داشتند که به ترتیب بابل پاسارگاد، آیتخت سلسله‌ای، حکمتانه پایتخت تابستانی، شوش پایتخت اداری، پارسه یا همان تخت جمشید پایتخت تشریفاتی. زبان‌های رایج آن دوره میتونیم به زبان آرامی، زبان آکدی، زبان مادی، زبان ایلامی، زبان سومری، زبان مصری، زبان یونانی و زبان پارسی اشاره کنیم. از دین‌های رایج آن دوره میتونیم به زرتشتی، آیین بابلی، دین مصر باستان، دین یونان باستان، محمد دوم اورشلیم یا به اصطلاح همون یهودیت و غیره اشاره کنیم. این حکومت در هخامنشیان پادشاهی موروثی بوده و این امپراتوری بزرگ 13 پادشاه رسمی داره که به ترتیب کوروش بزرگ 30 سال حکومت، کمبوجیه 8 سال حکومت، بردیای دروغین 8 ماه حکومت، داریوش بزرگ 36 سال حکومت، خشایارشا 20 سال حکومت، اردشیر یکم 43 سال حکومت، خشایارشا دوم 45 روز حکومت، سقلیانوس 6 ماه حکومت، داریوش دوم 20 سال حکومت، اردشیر دوم 44 سال حکومت، اردشیر سوم 21 سال حکومت، آرسس یا همون اردشیر چهارم 2 سال حکومت و داریوش سوم 6 سال حکومت که آخرین پادشاه هخامنشی هم هستش. امپراتوری هخامنشی در بزرگترین گستره خود یعنی 480 پیش از میلاد مسیح 8.5 میلیون کیلومتر مربع تخمین زده می شده، یعنی سلطنت خشایارشا اول. از فتوحات هخامنشیان بزرگ هم میتونیم به فتح پادشاهی ما توسط کوروش بزرگ در 550 پیش از میلاد مسیح، فتح لیدیه توسط کوروش بزرگ در 547 پیش از میلاد مسیح، تسخیر بابل توسط کوروش بزرگ در 539 پیش از میلاد مسیح، تسخیر هند توسط کوروش بزرگ در 535 پیش از میلاد مسیح، فتح مصر توسط کمبوجیه در 525 پیش از میلاد مسیح، فتح لیبی توسط داریوش بزرگ، فتح قسمتی از قلمرو سکا توسط داریوش بزرگ، فتح جزایر یونان به دستور داریوش بزرگ، فتح آتن توسط خشایارشا اول و فتح دوباره مصر توسط اردشیر سوم. در این دوره جنگ‌های بسیاری هم با یونانیان در گرفت که از 499 پیش از میلاد تا 449 پیش از میلاد مسیح ادامه داشت. و در آخر این امپراتوری بزرگ در 330 پیش از میلاد مسیح با حمله اسکندر مقدونی داریوش سوم شکست خورد و این امپراتوری بزرگ پایان یافت. هرچند که آریوبرزن و یوتاب و افرادشان مانع راه اسکندر شدند، اما با خیانت یک چوبان آریوبرزن هم کنار رفت و این سردار هخامنشی جانش را فدای وطن کرد. واحد پولی در زمان هخامنشیان دریک و زریک بوده و جمعیت در 500 پیش از میلاد مسیح در قلمرو هخامنشیان 17 میلیون تا 35 میلیون نفر تخمین زده شده و در 480 پیش از میلاد به 49 میلیون و 400 هزار نفر افزایش یافته. امپراتوری هخامنشی ابتکارات بسیاری داشته که اگه بخوایم چند مورد اونها اشاره کنیم: ساخت اولین منشور حقوق بشر توسط کوروش بزرگ، پایه‌گذاری اولین امپراتوری تاریخ توسط کوروش بزرگ، ساخت راه شاهی و جاده ابریشم توسط داریوش بزرگ، ساخت سیستم ساتراپی توسط داریوش بزرگ، ارتباط دادن دریای مدیترانه به دریای سرخ توسط داریوش بزرگ، ضرب سکه توسط داریوش بزرگ، ساخت گارد جاویدان توسط داریوش بزرگ، ساخت چاپارخانه در سرتاسر امپراتوری برای اولین بار توسط داریوش بزرگ و حتی ساخت اولین تقویم به دستور داریوش بزرگ. ارتش امپراتوری هخامنشیان 250,000 نیروی تا دندان مسلح بوده که مهمترین بخش اون رو گارد جاویدان هخامنشی تشکیل میداده که 10,000 نفر بودن و آموزش دیده ترین و تنومندترین سربازان بودن که بلد بودن با بیشتر از 10 نوع سلاح کار کنن و تماما از قوم پارس انتخاب میشدن. سیستم نظامیشون هم اینگونه بوده که اگه سرباز کشته زخمی میشده، سرباز دیگر جای اون رو میگرفته و پر میکرده. برای همین دشمنان احساس نمیکردن سربازی کم شده، پس برای همین به این سپاه لقب گارد جاویدان رو دادن.
از آثار به جا مانده از این دوره میشه به گوردختر، مجموعه پاسارگاد، مجموعه پارسه یا همون تخت جمشید، نقش رستم، کاخ شوشاپادانا، ارگ بم، پایگاه‌های نظامی و کاخ‌های تفریحی، منشور حقوق بشر، تگوگ طلایی و نقره‌ای، مجسمه‌ها و کتیبه‌های مختلف نوشته شده با خط میخی، سکه‌های طلا و نقره و حتی برنز، لوح‌های گلی و بسیاری سنگ‌نگاره و ستون و سرستون به سنگ رفته شده، شمشیر آکیناک طلایی و بسیاری سرنیزه و دستبند و گردنبند و حتی فرش پازریک و بسیاری ظرف و ظروف به جا مانده و کتیبه‌های نقره و برنز و حتی شیپور میتوان اشاره کرد. در آخر امپراتوری هخامنشیان 220 سال بر 44% جمعیت کره زمین و 41% کره خاکی حکمرانی میکنند. در آخر خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. خوشحال میشم برای حمایت از ما چنل ما رو سابسکرایب کنید و اگه این ویدیو خوشتون اومد اونو لایک کنید و برای دوستانتون بفرستید و اگه میخواین از بقیه ویدیوهای ما با خبر بشید زنگوله پایین رو فعال کنید. با تشکر، خدا نگهدار.